سلام خدمت همراهان عزیز. در خصوص نحوه نصب دیوارهای پنلی همونجور که توی تصویر میبینید، محل ستونها یک حفاری مختصری به قطر حدوداً 50 تا 60 سانتی متر و عمق حدوداً 70 سانتی متر انجام میشه و ستونها داخل اونها قرار میگیره. بعد از اینکه ستون اول رو شما قرار دادید و بتونریزی کردید، 2 تا یا 3 تا پنل رو میتونید داخل ستون جا بزنید به همین شکلی که میبینید و بین اونها رو حالا یک بندکشی نرمه ای انجام بدید و میتونید این کارم رو انجام ندید و به صورت خشک این 3 تا پنل رو روی هم قرار بدید. بعد از اجرای این 3 تا پنل، ستون بعدی رو هم که تصویر ملاحظه میفرمایید داخل این 3 تا پنل جا میزنند و یک شاغول و ترازی رو انجام میدن این ستون رو و بعد از اینکه شاغول و تراز شد، اطراف ستون رو در قسمتی که داخل زمین قرار گرفته یک بتون ریزی دستی انجام میدن که حالا عیار این حدوداً بین 250 تا 300 باشه کفایت کار رو میکنه. بعد از اجرای بتون پنل ها رو به این شکل میشه از بالا جا زد و میتونید که همون 3 تا پنل رو ادامه بدید برای ستون های بعدی و این پنل های رویی رو که توسط 2 تا کارگر انجام میشه فردای اون روز انجام بدید.